ادن با یه صدای عجیب و ترسناک از خواب میپره. تلویزیون رو روشن میکنه و یه هشدار اضطراری میبینه که میگه همه باید تو خونه بمونن و بیرون نرن. از بالکن بیرون رو نگاه میکنه. از چیزی که میبینه وحشت میکنه. آدم‌ها بدون هیچ رحمی به جون هم افتاده بودن و همدیگه رو مثل حیوانات وحشی گاز میگرفتن. اونجا میفهمه کسایی که میبینه دیگه آدم نیستن، زامبیان و برمیگرده خونه که یهو همسایه‌اش با وحشت میاد تو و میگه من آلوده نیستم، تونستم فرار کنم. ادن وقتی برمیگرده نگاهش کنه میبینه یه جای گاز بزرگ رو گردنشه. ادن سریع چاقو برمیداره. همون موقع چشم‌های مرد سفید میشه و ازش خون میاد. ادن با ترس بهش میگه از خونم برو بیرون. ادن در رو محکم هل میده. از سوراخ در میبینه که زامبی‌ها ریختن سر اون مرد و تیکه تیکش میکنن و خودش از ترس میلرزه. حالا دیگه حسابی میترسه و فکر میکنه که تو آپارتمان تنها مونده. کم کم آب خونه هم تموم میشه و غذاهاش هم در حال تموم شدن هستن. ادن با خودش فکر میکنه نکنه واقعا فقط من تو این شهر زنده موندم و تصمیم میگیره خودشو خلاص کنه. اما همون لحظه تو ساختمان روبروی یه آدم میبینه که هنوز زنده است. همین باعث میشه ادن دوباره امید بگیره. سری میره به سمت پنجره و زن هم اونو میبینه. اما فکر میکنه زامبیه و فوراً پرده ها رو میکشه. ادن تا صبح همونجا منتظر میمونه. فردا زن دوباره یواشکی بیرون رو نگاه میکنه و ادن رو شیشه مینویسه سلام و زن هم دست تکون میده و میفهمه که ادن زامبی نیست و با هم آشنا میشن. زن از ادن میپرسه غذا داری؟ ادن میگه نه، فقط یکم آب دارم. ادن تناب پرت میکنه براش. چند تا بطری آب میفرسته براش. اما صدای بطری ها باعث میشه که یه زامبی از دیوار بالا بره سمت زن. ادن برای نجاتش یه بطری پرت میکنه سمت زامبی و زامبی برمیگرده سمت خودش. و درست وقتی بهش نزدیک میشه، ادن با یه چوب میزنه به سرش و میکشتش. ادن هنوز هیچ غذایی نداره و میدونه اگه غذایی پیدا نکنه میمیره. پس تصمیم میگیره خطر کنه و وارد آپارتمان همسایه میشه و غذا پیدا میکنه. بعد داخل کیفش میذاره که ناگهان یه زامبی بهش حمله میکنه. با یه تبر میزنه به سرش و موفق میشه نجات پیدا کنه. ادن سریع برگشت به آپارتمان خودش و بعد زن از طریق بیسیم گفت که ساختمان ما توسط زامبی ها حمله شده. ادن سریع از بالکن پرید تا اونو نجات بده، ولی خودش هم به پایین افتاد. زن فوراً پتویی به پایین پرت کرد که ادن بتونه از اون کمک بگیره و فرار کنه. داشت از تناب بالا میرفت، یه زامبی هم خودشو به ادن رسوند و ادن که چاره‌ای نداشت به آپارتمان پایین رفت و تناب رو برید و به زن گفت که از بالکن بپره. و بعد اونا تونستن خودشون رو به آپارتمان ادن برسونن. ولی تو راهرو یه زامبی جلوی اتاق به ادن حمله کرد. ادن وقتی وارد اتاق شد خونی بود و فکر کرد که آلوده شده و کاملا تسلیم شده بود. و بعد فهمید که هیچ جا گاز گرفتی نداره و فقط خون زامبی بوده که روش ریخته. خیلی خوشحال شدن چون هر دو زنده مونده بودن و بعد از اینکه در رو بستن قول دادن که زنده